ассалому алайкум шунавандаҳои гиромӣ. ба таваҷҷӯҳи шумо идомаи силсила гуфтори хонишҳои бадеӣ аз рӯи рамани сегонаи нависандаи халқии Тоҷикистон Ҷалол Икромӣ, духтари Оташ, 12 дарвозаи Бухоро ва тахти вожгон. шунавандагони арҷманд, акнун ба қироати қисми дуюми рамани сегонаи Ҷалол Икромӣ 12 дарвозаи Бухоро оғоз менамоем. ҳоло гуфтори даҳумро аз рӯи ин раман бишнавед. ровӣ Ализода Абдурашид Хоҷамқул. қисми сеюм. سید پهلوان این را نمی‌دانست. هنوز وی از هوای شهر انقلابی کم نفس گرفته بود. وی به جوانها با مهر و محبت نگریسته شاد بود که آنها شادند، آنها مسرورند و از کار و وظیفه خود فخر دارند. چای قریب به آخر رسیده بود که حیدرقل آمد. وی در تن هنوز هم لباسهای عسکری، در پا موزه و در سر شبکه چرمین داشت. در این چند روزه تشویش خیلی لاغر گشته، چشمانش به کاسه‌خانه فرو نشسته و ریشش سیخچه زده برآمدگی بود. لیکن به هر حال چهرهش گشاد، در لبانش تبسم گل می کرد. با حاضران گرم و جوشان واخوردی کرد و حال و احوال پرسید. بعد گفت: بسیار نقص شد که پهلوان، من تو را در اینجا دیدم. تو به من ضرور، اگر نمی آمدی از پست به قشلاق آدم می رفت. سید پهلوان حیران شد. خوش خوش، گفت وی، نخواد که به شما صحرایی ها هم در کار شده مانند. در کار، گفت به طوری جدی حیدرقل. صحرایی هم در کار، شهری هم در کار. حکومت نوی شورایی ما عبارت از حکومت کارگر و دهقان. اساسی این حکومت را اتفاق کارگر و دهقان تشکیل می کند. بنابراین من صحرایی گفته خودت را قفا نکش. یک عالم کار هست که بیاری شما علاجی بود کردن نیست. این طور باشد، گفت سید پهلوان هم جدی، مرحمت، ما به خدمت تیار، لیکن اگر از عهده کار براییم. از عهده کار می برایی، به این شبهه نیست. نمی بینی که در کاری ما زنها هم اشتراک دارند؟ تو باشی پهلوانی نامداری. پهلوانی من و خودی من، گفت سید، نامی کلان و دیهی ویران بری. این طور نگوی برادر، گفت حیدرقل. حالا من و تو پهلوان هستیم، پهلوانی نامدار. خوش عصا، چه خبرهایی نو داری؟ خاطر جمعی، گفت عصا. امروز یک سرکرده عسکری امیر را داشتیم. فرنجی و چشم بند کرده زن شده گذشته رفتنی بوده است. نه، فیروزه جان شناخت. تفتیش کرده بینیم از تی 2 قبط جامه تپانچه آویختگی، در خورجینش از بین قطی نبات انا این خط یافت شد. عصا از کیسه کرته عسکری کاغذی را برآورده به حیدرقل دراز کرد. حیدرقل کاغذ را گرفته دید که چنین نوشته شده است: مقسوم جان، دارنده این مکتوب شخصی با اعتمادی ما است. خواهشمندم به کار قبول کرده برای تعلیم دادن شیر بچه های خودتان استفاده می برید. ادعایی دوست شما. عجیب، گفت حیدرقل. این مقسوم جانش در کجا بوده است که وی فرنجی و
چشم بند کرده از شهر برآمدنی شده است؟ آخر همه مخصوم جانها در درون شهر کو. تعلیمی شیر بچه های خودتان معلوم عکس الحرکت آرام نمی ایستد. و فکرم آدم های امیر در اطراف بخارا باسمچی تشکیل کردنی، در فرغانه و تاشکند و سمرقند بودگی بریم. خیر می بینیم. سرکرده را چی کردی؟ به چیکه فرستادیم؟ گفت عصا. نقص کردید؟ گفت حیدرقل و به فیروزه مراجعت کرد. و من و تو دخترم باز یک کاری کلان سپردند. من آمدم که به تو خبر دهم ارده امیر را از مضافاتی وابکند از اوندری از چارباغی آریمبای گرفته آوردند و در گذری قاپلان در حولی پادشاهی جایگیر کردند. اکنون من و تو در بدل همین 1 هفته 10 روز باید روی خط ترتیب داده آنها را جابجا کنیم. مگر باز به جاهای دیگر می کوچانند؟ مقصدی حیدرقل را نفهمیده فیروزه پرسید. نه، گفت حیدرقل، تو می دانی که در ارده بغیر از پاشا بیبی و آیمها اکثریت خدمتگارها، اسیرها و کنیزکها بودند. ما روی خط می کنیم کنی از همین خدمتگارها کی به کجا رفتن می خواهد، بعد هر کی را به جایش برده می مانیم. به خانه و جایها هم در بین آنها بودگی هستند، گفتماند سید پهلوان. البته هستند، گفت فیروزه. برای آنها و عموماً برای زنها کلوب کشاده می شود. کلوبی زنها. در کلوب مکتب می شود. زنها را می خوانانند، هنر می آموزند، تربیه می کنند. رفیق کویبیشف همین طور مصلحت دادند. کویبیشف؟ پرسید سید پهلوان. کلانتان می؟ ها، گفت حیدرقل. نماینده روسیه، اعضای شورای حربی ترکستان، آدمی کلان، مدبر و دانا. برای آزادی خلق بخارا بسیار کارهای کلان کرد و غمخواری بسیاری هم کرده ایستاده است. داده من دیدگی کویبیشف در کاغان وعظ گفت. گویان به گپ همراه شد میرک. راست گفت حیدرقل. میرک دیده بود. از این صحبت میرک خرسند شد. پدرش ممنونانه تبسمی کرده ماند. این طور باشد بسیار نقص، گفت فیروزه رشته سخن را دوام داده. کلوب کشایند کاری زنها خیلی سبک می شود. ها بله، گفت حیدرقل. کلوب برای زنها جای جمع آمد، جای گفت و شنید. کلوب باید به آزادی زنها خدمتی کلان کند. نصیب باشد تو اولین مدیره کلوب زنها می شوی. ها یافتید، گفت عصا. فیروزه بانو مدیری کلوب شود. فیروزه بانو مدیری کلوب شود، آزادی زنها 100% می شود، چون که در بین زن و مردی بخارا این کسبرین طرفدار زنها را یافتن مشکل. گپ می زنید دیه شما، گفتمان فیروزه به عصا. نه راست، گفت حیدرقل. کمیته مرکزی فرقه و راهبران حکومت خدمت‌های فیروزه را فراموش نکردند. واقعا من ناخواست آیمالله تنبور را دیده ماندم.
درسترش این که آن کس مرا شناخته سلامتی تو را پرسیدند و تو سلام گفتند و در آرزوی دیداری تو اند. راست؟ خرسند شد فیروزه. در کجا دیدید؟ نخواد که با اهل ارده؟ ها، در همانجا، گفت حیدرقل. فرصتی گپ نبود. من چی کردنم را ندانسته ماندم. تو روی پرسیده موافق خواهش خودشان عمل می کنیم. البته به خانه خودشان برگشتن می خواستگیند. البته، گفت تأکید کرده فیروزه. با بازرگر از غم و غصه شبها خواب نمی کنند، روزها کار کرده نمی توانند. همیشه از من از عصا می پرسند که ارده امیر کجا شد و ارده چی کردند. خیریت که آیم اللام یافت شدند. آن کس را هرچی زودتر به خانهشان فرستادن لازم. باز بهتر، گفت حیدرقل و علاوه نمود. گفتگی بر این تو می توانی آن کس را به کلوب دعوت کنی، معلمه تعیین کنی. راست، گفت عصا هم. بسیار نغز می شود. آیم اللهی نو، آیم اللهی تنبوری نیو، آیم اللهی کلوبی می شود. نخندید، گفت به شوهرش فیروزه. آیم اللهی تنبوری باشند هم در انقلاب، در خلاصی زنهای بدبختی بالای ارک خدمتشان از من و شما کلانتر است. من نخندیدیم، گفت عصا. در آمدی گپ گفتم. حقیقتاً آیم الله بر این زنی با سواد کمتر یافت می شود. بلی، گفت حیدرقل. از آیم الله استفاده بردن ممکن. زنی با عقل و هوش است. بعد باز گپی دیگر. استا که تو آیم شاه را می شناسی؟ نباشد چی؟ آزنی سردادگی امیر می؟ بله، حولی آنها در گذری عربان بود. میدانستگیستی؟ نه، نمیدانم، گفت فیروزه. من به حولی آنها رفت و آی نکردم. سید پهلوان به صحبت همراه شد. این آیمی شاه گفتگیتان اگر دختری شاه مراد بیکی دادخواه باشد، حولی او را میرک میداند. کدام؟ پرسید میرک که تا حالا از صحبتی دور و درازی کلانها زیغ شده نشسته بود. حولی دادخواه چی؟ در گذری عربان همسایه قهار جورید. ها، میدانم، گفت میرک. حولی همراه خاله مینامی؟ ها، یافتی، گفت سری میرک را نوازشکارانه سیله کرده حیدرقل. نامی حقیقی آییم شاه همراه خان است. تو فیروزه جان رفته شناس شو، حال و احوال پرس. من شناس؟ گفت فیروزه. در وقتی زنی امیر بودنش در بالا ارک، آیم اللام کتی خیلی دوستی می کرد. و من پول می داد که از پایان گزیته بخارای شریف خریده برم. من چند بار گزیته آورده دادم. بنابراین مرا دوست می داشت. بسیار نغز، گفت حیدرقل. رفته حال و احوال پرس. بعد فهم کنی شوهری آخرینش سید بیک در کجا باشد. البته با امیر گریخته رفتگیست، گفت پهلوان که او را نغز می شناخت. مقربی دادگاه بود. این به ما معلوم نی که با امیر رفتگی یا نی، گفت حیدرقل. آیمی شاه باید داند. البته به تو درکش را می گوید. ندانم، گفت فیروزه. می پرسم البته. اما کی روم؟ خودی همین روز. در اینجا کارهایت را سبکتر کن و همراهی میرک جان برآمده رو. من سید پهلوان کتی کمتر کار داریم. بعد اگر فرصت شود به قاپلان رفته بروی خطی زنها سر می کنیم. حیدرقل از جا برخاست. همه به او تقلید کردند. فیروزه آنها را تا به تی دری حجره گسیل کرد و پرسید.
میرک جان تو میستی یا میروی؟ میرک حیران شده بر روی پدرش نگاه کرد. سید پهلوان از فیروزه پرسید: شما حاضر نمی رفتگید؟ نه، بیگاهتر، گفت وی. نباشد، گفت پهلوان، میرک هم در اینجا زیق شده نشیند و 1 ساعت به حولی خواهرش رفته بیاید، میلش می؟ میلش، گفت از جانب فیروزه حیدرقل و به میرک مراجعت کرد. خرد به سوار شو، راست با راه کلان حی کن. از من به خواهرت و یزنیت سلام گوی. ددیت 1-2 ساعت بعد رفته می رسد. حیدرقل پیش سید پهلوان، میرک و عصا از قفای وی و پیش دروازه براه کلان فرامدند. یاردمچی های عصا 2 عسکر و 1 مشکاب که همه لباس های حربی داشتند و به بازوانشان لطه سرخ بسته شده بود پاسداری می کردند. یکی از عسکرها به پرسیش عصا گفت که خاطر جمعی است، حادثه روی نداده است. در همین وقت از بیرون دروازه آوازی سومی اسب به گوش رسید و 3 سوار نمایان شدند. عسکرها چند قدم بیرون برآمدند که سواران را آگاه کنند، ولی سواران به عسکرها اهمیت نداده راست به سوی درون شهر اسب راندن گرفتند. ایستید، گفتند عسکرها ملتقها را به دست گرفتند. سوارها به دم دروازه رسیده مجبوراً ایستادند. چه گپ؟ چرا ما را می دارید؟ با دغدغه پرسید سواری که در پیش می ایستاد. میرک گوینده را شناخته به پدرش مراجعت کرد. تپانچناکی به سری پاریسی ما آمدگی. شناختم بچم، گفت پهلوان. نعیم تلخ را نمی بینی؟ وی هم انقلابچی شده است. عصا که به پیش گذشته بود به سؤالی سوار جواب داد. رخصتنامه داشته باشید مرحمت، نباشد 1 سری قدم فرامدن لازم می شود. قاعده همین. رخصتنامه؟ خودی من؟ گفت باز دغدغه کرده سوار. جنابی اسد مخصوم، گفت نعیم تلخ صاحب دولتی خود را نشان داده. مان گذرند، گفت حیدرقل به عصا. عصا رخصت داد. سوارها به اسبها قمچین زده با کر و فر گذشته رفتند. عصا با نظری سؤال به حیدرقل نگاه کرده ماند. حیدرقل سر جنبانیده گفت: این کس باید آدمی کلان شوند. شناختمان. تو هم پهلوان باید او را شناختمانی. من حاضر به تو بعضی چیزها می گویم. بیا رفتیم. حیدرقل و سید پهلوان راست به طرف لب حوض دیوان بیگی رفتند. میرک از بیرون دروازه خرش را گرفته آورد و خورجین را به بالایش پرتافت و بعد خودش هم از روی صوفه پیش دروازه به خر سوار شد و با عصا خیر و خوش کرد. میرک با راه کلانی کلابات خرش را آهسته آهسته رانده به طرف مرکزی شهر می رفت. شهری بخارا به تصوری وی بزرگترین، زیباترین و عجایبترین شهر هاست. این کوچه ها، این حولی ها، این دروازه و دروازه خانه ها، این قلعه بلندی قدیمه، این راهی سنگ فرشی کلان را وی شبها در خوابش می دید. پیشتر از خودی تی دروازه شهر سر کرده در این کوچه ها آدم پر بود.
عرابه ها فیتان های بسیاری راه می گشتند، پیاده ها راهی گذر نمی یافتند، ملاها، سله کلان ها، بای بچه ها، سرباز ها پر بودند. حاضر کوچه ها همان اولنگی بریم. انا همان کوچه کلابات، حولی ها گویا همه بر جا، فقط بعضی دیوارها را تیری ملتیق لیسیده گذشته یا که تیری توپ سوراخ کرده است و بعضی دیوارها افتادگی، اما دیگر علامتی جنگ نمی نماید. آدم ها هستند، لیکن آدم های پیش از انقلاب بر این نی. دام الله ها، سله کلان ها کمتر می نمایند، اما کلوچه، چالوار پوشیدگی ها، به بازو و گریبان خود لطه‌ای سرخ بستگی ها، موزه پوش ها، تیلپکدار ها بسیار شدند. بچه ها هم هستند، آنها بازی کرده گشتند، لیکن مکتب بچه ها نمی نمایند. پیشتر آنها به گردن خود خلطه کرده قرآن آویخته می گشتند. به گمان مکتب ها روست، بچه ها نمی خوانند. پیشتر در پیش مسجد و مدرسه ها ملا بچه ها بسیار بودند، غلغله کرده می نشستند، حاضر نمی نمایند. انا مدرسه کلابات در بخارا یکی از قدیمترین مدرسه ها بود. در بالای صحن وسیع و بلند آن فقط 3-4 کس، 3-4 ملا بچنما آدم ها نمودند و بس. آنها هم غلغله نمی کردند. بروی مدرسه در طرف راستی راه حوضی کلابات بود که مثل پیشتره آبش پست فرو رفته، مشکاب های بیچاره از تگ زمین آب می برآوردگی برین مشک ها را بغل کرده تا به بالای زینه ها، به بالای صوفه مشک برداری می برآوردند. در گرد حوض بروی صوفچه های تی درختان توت بیکار خواجه ها نشسته و آبی حوض چشم دوخته بودند. میرک از پیش مدرسه گذشته اندک پیش رفته بود که یک منظره حزناوری را دیده ایستاده ماند. در آنجا در سری راهی کلان 2 حولی تمام ولنگار شده، خانه ها سوخته، دیوارهای باقی مانده سیاه شده بودند. چند کس در دست زنبر و بیل و کلند راه را از سنگ و خاک و چوب و چخس آن ویرانه ها تازه می کردند. حولی ویران شده مگر از آن یگان دولتمند بوده است که دیوارهای نقشین و گلبوری آن قسما هنوز هم باقی بودند. از بین سنگ و کلوخ و خاک شکسته پاره های ظرف های چینی، لطه پوته ها و شیشه میده ها نموده می ایستادند. این منظره افزای میرک را دیگرگون ساخت. دل شادی او را پرده غم و اندوه پیچانیده گرفت. وی که جنگ را چون بازی، چون مشک حربی سربازی، چون زد و خورد مقرری و چون کورشگیری میدانیست، هرچند آوازی توپ و ملتق را شنیده بود ولی تأثیری خراباوری آنها را نمیدانیست، آهسته آهسته دهشت و فلاکت آوری آن را به درک کردن سر کرد. حالا از جنگ قریب 10 روز گذشته است. در هیچ جا توپ نمی پرانند، ملتق نمی پرانند، اما علامتی آن هنوز باقی است. آدم ها صاحبان این حولی ها چیکار کرده باشند؟ نخواد که همه اشان به زیر خاک ماندگی. میرک خرش را خله داده زود از پیش خرابزار گذشت و باز در بین عمارت‌های درست و آسیب ندیده براهش دوام داد.
در سری چهارراهی کلافرهاد که رستچه آن هنوز هم باقی و بی آسیب بود خرش را باز داشت. حولی خواهر وی در بازاری چوب بود که حالا می بایست وی به طرف راست به سوی دروازه سمرقند می رفت، لیکن کنجکاوی و آرزوی دیدن ارک او را به سوی خود کشید. به خرش خلا داده به سوی رسته زرگرام و طی طاق زرگرام حی کردن گرفت. دو مدرسه روبروی که پیش از رسته زرگران بودند و میرک نام آنها را نمی دانست نیز پابرجا بودند: مدرسه های عزیز خان و اولوغ بیک. لیکن در صحن یکی از آن مدرسه ها حالا یک چند دهقان خربوزه های خود را چیده فروخته ایستاده بودند. رسته زرگران خالی، دکان‌های به تختبندک آن لوچ می ایستادند. زرگرها که با طلا آلا کار دارند از ترس نبرآمده بودند. در طی طاق باشد یک دو بقال دکان گشاده بودند و رفت و آمد مردم بسیار بود. در اینجا به نظر میرک رسته دولابی پیش از انقلاب کمی نمایان شده ماند، لیکن از طی طاق 100-200 قدم رفته بود که حیران شده ماند. مسجد کلان و منار و مدرسه میری عرب در جایش بود، فقط چندکی منار یک طرفش افتاده ویران شده بود. اما حولی و خانه های روبروی مسجد کلان، یک قسم حولی های گذری میرکان سوخته خاکستر شده بودند. حتی راه نبود. آدم ها از بین سنگ و کلوخ و چوب و چخس کمی پیراهه کرده گذشته بودند. میرک میخواست که از دور باشد هم یک بار به ارک نظر کند، کنی چی شده باشد. بنابران جرأت پیدا کرده خرش را حی کردن گرفت، ولی چندان دور نرفت. رسته های جام فروشی، قندلات فروشی و میسگران که از پیش دیواری مسجد کلان تا به طی طاق میسگران در قریبی ریگستان هر سه قطار کشال شده می رفتند، تمام سوخته ولنگار گشته بودند. عسکرها آدمانی بسیاری در آنجا کار می کردند، راه تازه می کردند. در بعضی جاها هنوز هم دود فواره می زد. ارک باشد موی سفیدی دندانهایش افتادگی برین با کنگوره های خراب شدهش به این منظره فلاکتبار می نگریست و دودی وی هم از سرش می برآمد. میرک خیلی پکر شد. سریخر را به سوی گذری توپخانه برگردانید که از نزد زندان گذشته به بازاری چوب رود. در آن کوچه بیکس قریب 100 قدم گشته بود که از رو برویش یک آدمی کلوچه شلوار پوشی برآمد که در تنش از بالای کرته کمزلچه چرمینی و در پا موزه نو داشت. آن مردک یک بری کمزلچه‌اش را برداشته در دست می داشت و گویا که در آن دامنش چیزهای وزنین را می برده باشد، آهسته آهسته و خسته حالانه قدم می زد. مردک از پیش میرک گذشته لااقل به طرف او یک نگاه هم نکرد. از قاش و قواقش گویا برف می بارید. шунавандаҳои азиз, шумо гуфтори даҳумро аз рӯи рамани 12 дарвозаи бухорои нависандаи халқии тоҷикистон ҷалол икромӣ дар қироати ализода абдурашид хуҷанқул шунидед. коргардон шералӣ нағзалӣ, садобардор карим толибов. поёни гуфтор аз силсилаи хониши бадеӣ. шод бошед.